خداحافظی هم بسیار کار سختی بوده، امیال پشت همه دق شدیم. گپی نیست، میریم که به آرزوهای خود برسیم، دوباره برگردیم. مطمئن هستم با هم دیگه به هر چی که بخوایم میرسیم انشالله 100%. به خاطر که به تو برسم مجبور شدم دور از تو آمدم، اما هر روز تلاش میکنم تا یک قدم به تو نزدیکتر شوم. نمیفهمم آیا تو هم به ما فکر میکنی همین لحظه؟ این روزها را نوشته میکنم تا بعداً بفهمی این روزها چقدر تنها بودم. چقدر این مسجد زیبا است. واقعا زیبا است. واقعا زیبا است. کجا اتاق بگیریم؟ ده همین شهر یا ده افغانان یک اتاق میگیریم. چی بخوریم؟ بیخی گشنه شدیم. یک چیز میخوریم مشکل نداره، ما هم گشنه شدیم. خب همین اتاق به هر 3 نفر ما فعلا مناسب است. بله مناسب است. فردا بسیار روز مهم است، باید بریم یک جای کار پیدا کنیم. تشویش نکو، با هم کوشش میکنیم، آخرش خوب میشه انشالله. راست میگی. روز اول ما در مسافری است، بیاین نان شبه با هم آماده کنیم. یک شوروای وطنی پخته میکنیم با هم. صحیح از خیر شروع کنیم. دوستا ما برم همی لباسای ما تبدیل کنم. کم کم باید آشپزی را یاد بگیریم، اگه نه گشنه میمانیم. غمدرون تو بیخی تکله بودی، از کجا یاد گرفتی؟ بعضی وقتا همراه مادرم در آشپزی کمک میکردم. در مسافری دیگه همه چیز همین قسم ساده می باشه. بزرگای ما ناق نگفتین که بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. کوشش که آشپزی را یاد بگیری، بعد از عروسی کارت میایه باز. بهتر است هم یاد بگیری، تو از ما بدتر دست و پایت پیش نفر گم میکنی. بعد از چای باید بریم کار پیدا کنیم. از کجا باید شروع کنیم؟ بهتر از هر کی جداگانه پشت کار بگرده تا جاهای بیشتری را ببینیم. ما موافق هستم باید جداگانه پشت کار بگردیم. موفق باشین دوستا. بعد از چای جاهای زیادی پشت کار رفتم، هیچ کس قبول نمیکرد. همه میگفتن به کارگر نیاز نیست. اما یک نفر که بسیار مهربان بود قبول کرد، گفت سر از فردا بیا.